سلام، به کانال گوش به قصه خیلی خوش اومدین. حکایت یک تکه گلیم. روزی روزگاری تو شهری حاکمی حکمرانی می کرد که به دانایی و درایت مشهور بود. اون همیشه رعایت حال مردم فقیر و ضعیف رو می کرد و ازشون حمایت می کرد. حاکم هر از گاهی با جمعی از اطرافیان و کسانی که به اونها اعتماد داشت تو شهر راه می افتاد تا از وضع زندگی مردم و حال روز اونا با خبر بشه. روزی از همین روزها در حالی که حاکم از کوچه های تنگی عبور می کرد، درویشی رو دید که روی گلیمی کوچیکتر از قواره خودش خوابیده. اونقدر دست و پای خودش رو جمع کرده که هیچ کدوم از اعضای بدنش از اطراف قالیچه بیرون نرفته. حاکم با دیدن این صحنه دلش به حال درویش بی‌نوا سوخت و دستور داد تا سرپناهی برای اون درویش بسازن و شغلی برای گذراندن زندگی بهش بدن. فرد فرصت طلبی بود که در اون نزدیکی شاهد ماجرا بود. با دیدن این ماجرا به فکر فرو رفت و طمع کرد و همینطوری که این درویش بدبخت سر راه حاکم دراز کشیده بود که مورد لطف و محبت حاکم قرار گرفت که از این راه در واقع پول و پله‌ای هم بهش رسید، این مردم گفت منم همین کارو میکنم. چند روزی گذشت. مرد طمعکار در انتظار اومدن حاکم به شهر شب و روز خودشو گذروند تا اینکه یه شب از نگهبانای کاخ متوجه شد که فردا حاکم به شهر میاد. مرد فرصت طلب که موقعیتش رو مناسب دید قالیچه‌ای کهنه اونجایی که حاکم قرار بود ازش عبور کنه پهن کرد. رفت و روی اون دراز کشید و به خاطر اینکه یکم بدبخت‌تر به نظر بیاد دست و پای خودش رو دراز کرد تا دستاش از آرنج و پاهاش هم از زانو بیرون از گلیم روی زمین قرار گرفت. بالاخره انتظار به پایان اومد. حاکم از اون مسیر داشت عبور می کرد. همین که چشم حاکم به این مرد افتاد پرسید این مرد کیه؟ یکی از همراهای حاکم پاسخ داد درویشی بدبخت و بی سرپناهه. حاکم گفت دست و پاهای اونو هرچه سریعتر که از گلیم بیرون افتاده رو قطع کنین. مرد طمعکار که زیر چشمی به حاکم نگاه می کرد و یواشکی حرفاشو گوش می داد، با شنیدن این حرف حاکم مثل برق از جاش بلند شد و شروع کرد به ناله‌زاری و التماس. همون موقع خادم حاکم گفت حاکم به سلامت باد. آخه حکمت حرف شما چیه؟ روزی درویشی رو میبینین و بهش پول و ثروتی میدین. روزی دیگه درویشی رو میبینین و مجازات میکنین. حاکم دانا گفت حرف من به این دلیله. درویش اولی پاشو به اندازه گلیمش دراز کرده بود، در صورتی که این مرد پاشو از گلیمش درازتر کرده. خلاصه با وساطت اطرافیان و غلط کردمهای این مرد بیچاره ماجرا ختم به خیر شد و حاکم اون مرد رو بخشید. بله دوستان، هرگاه کسی حد و اندازه و جایگاه خودش رو نشناسه و رفتار و کردار ناشایستی انجام بده، این ضرب المثل رو درباره اون به کار میبرن. ممنون از شما که تا انتهای حکایت همراه ما بودید.
لایک ویدیوها و سابسکرایب چنل ما فراموش نشه. تا حکایتی دیگر، خدا نگهدار.